کنونی توجک عبدالحق عبیدوف معروف به مخدوم عبدالحق سرخطیب سابق مسجد جامع مرکزی نویه شامنصور شهر دوشنبه را بعد 2 ماه بازداشتش از حبس آزاد کردند. منبع این خبر رادیوی آزادی همچنین خبر داد که عزیز ترکوف و احمد خواجه تباروف 2 نفر دیگری که ماه اپریل همراه مخدوم عبدالحق بازداشت شده بودند نیز آزاد شدند. یک منبع از مقامات امور داخلی شهر وحدت روز 21 ایون به رادیوی آزادی خبری رهایی عبدالحق عبیدوف و همراهانش را تصدیق کرده است. عبدالحق عبیدوف دیگر امام خطیب مسجد نیست ولی رها شده است، گفته است این منبع. عبدالحق عبیدوف شام 19 اپریل از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی بازداشت شد. خبر بازداشت او را اولین شده پایگاه خبری بامداد نشر کرد. منابع سامانه بامداد خبر دادند که مخدوم عبدالحق را در پی یک سخنرانی پرسر و صدایش در مراسم دفن دامالو حکمت الله دستگیر کردند. دامالو عبدالحق در آن مراسم دامالو حکمت الله را یکی از پیشواهای بزرگ ما نام برده از آن اظهار ندامت میکند که وقتی چنین انسانها در میان مردم باقی نماند، خداوند عالمی را باقی نگذاشت، مردم دیگر پیشوایان جاهل و نادان را برای خود پیشوا میگیرند. بنا به اطلاع امصوبت بامداد، مقامات امنیتی در این مقایسه گویا اشاره ها به پرزیدنت کنونی تاجیکستان امامعلی رحمان دیدند که سال 2016 با قبول یک قانون ویژه پیشوای ملت اعلان شد.